سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من برگشتم با یه ویدیو دیگه بعد از قرنها. طبق معمول دیگه این فکر کنم بعد از قرنها جزوی از جمله شروع من شده. من خب دانشگاه همه اینا مسبب این بودش که من به هر حال دیر بیام، هرچند که قبلا هم همچنان دیر به دیر ویدیو میذاشتم، ولی خب دیگه این بیشترش کرد و اینکه دیگه گفتم برگردم یه ویدیو بذارم، چون کمتر از یه ماه دیگه وارد فاز امتحانا میشیم، امتحانای فاینال، و کلا دیگه که علم لن تکونته. آقا این قضیه کلا از نظری من که لم لکمته. آره، خلاصه اینکه اومدم امروز راجع به دولینگو صحبت کنم و دولینگو خیلی از ویدیوهای من مثلا شنیدین راجبش که من راجبش صحبت کردم و اینا، اما این ویدیو فقط صرفا راجب دولینگوه که اصلا چی هست، چجوری هست، مورد قبول هست، چه منفعتی داره و اینکه امیدوارم این ویدیو قرار باشه که براتون مفید باشه و لایک و سیو و شیر و سابسکرایب یادتون نره. بریم که راجع به دولینگو صحبت کنیم. خب اول از همه اینکه دولینگو یک کمپانی آمریکاییه و اینکه اپلیکیشن هم داره. شما اپلیکیشنش رو توی اپ استور هم سرچ کنید براتون میاره. کورس‌های مختلف به گفته خودش مثل موزیک، ریاضی و اینا رو داره و علاوه 40 تا از زبان‌های دنیا که شامل انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و بقیه زبان هم میشه. من کره توش دیدم و طبیعتاً حتما چینی و ژاپنی هم داره. همه اینا که هست زبان یاد میده و علاوه بر اون تست داره برای این زبان ها. یعنی که اون اپلیکیشنی که شما دانلود میکنید میتونید توش اون زبان ها رو بخونید، تمرین کنید و من خودم از اپلیکیشنش استفاده نکردم، ولی خیلی وقت پیش وقتی که میخواستم امتحان رو بدم، وقتی داشتم راجبش سرچ میکردم و تحقیق میکردم، دیدم که فرمتش چجوریه و حتی مثلا کاتگوری داره که میتونین لغات رو بخونین، فعل رو بخونین، تمرین کنین، مثلا اسپیکینگتون رو تمرین کنید و اینا. و اینکه این اپلیکیشن میگه که فریه. خب من خیلی جاها دیدم که برای یک سری، یعنی تا یک جای فریه و برای یک سری از چیزای دیگهش که بخواین استفاده کنید باید پول بدید، اما خودش یعنی وقتی که سرچ میکنید اولین چیزی که میاره فریه. حالا من میگم خودم از اپلیکیشنش استفاده نکردم و نمیدونم تا چه حدی فری هست و از چه حدی به بعد پول میگیره، ولی کلا اپلیکیشن چی بهش میگن افوردبلیه، یعنی شما میتونین که حتی از پس هزینه هاش بر بیاین، چرا که حتی تستش هم تستی که قابلیت هر کسی قابلیتی نداره که از پس هزینه هاش بر بیاد. و حالا اصلا دولینگو برای زبان، یا خدا موهای منو دولینگو برای زبان چه استفاده ای داره؟ اگر که اپلیکیشنش به همون مفیدی باشه که میگن، خب شما میتونید تمرین بکنید زبانتون رو، لغات بخونید، گرامر بخونید، اسپیکینگ رو تمرین کنید و شاید یکی از منفعتایی که داشته باشه اینه که با نحوه تدریس خود دولینگو آشنا شید، شاید که اون تاثیر بذاره توی امتحانش. میگم شاید چون امتحانش جوری به نظر نمیادش که شما حتما باید از طریق همین وبسایت و اپلیکیشن درس خونده باشین تا بتونید این امتحان رو بدید. حالا امتحانش چجوری هست؟ من اینجا فرمت دقیقش رو دارم و راجبش صحبت میکنیم. اینجا نوشته که دو بخش تشکیل شده. بخش اول 45 دقیقه است که دانش زبان شما رو میسنجه. بخش دوم 10 دقیقه است که هم رایتینگ هم اسپیکینگه و بعد از چند مدت هم بهتون نمرتون رو میدن و یعنی کارنامه‌تون رو میدن که نمرتون رو تو نوشته شده. حالا این خیلی فرمالش بود، توضیح فرمالش بود. از پوزش بند سرفم گرفت. پرانتز باز کنیم، طبق معمولی که همیشه ما صحبت‌های جانبی داریم توی ویدیوهامون. من موقع‌هایی که ارائه میدم، پرزنتیشن دارم و یا صحبت طولانی میکنم، یعنی من نه احتمالا همه انسان‌های جهان گلوشون خوش میشه و یه چیز طبیعیه. چیزی که طبیعی شاید نباشه اینه که من اصلا نمیتونم وسط صحبتم، کنفرانسم یا هر چیزی نوشیدنی بخورم، حالا چه آب باشه چه هر چیز دیگه ای، چرا که وقتی که تمرکزم میذارم روی آب خوردن یادم میره، مخصوصا اگه نی نداشته باشه اون نوشیدنی.
صحبتم یادم میاد رشته کلامم پرپر میشه و کلا نابود میشم، مخصوصا اگر کنفرانسی باشه و پرزنتیشنی باشه که ما حق استفاده یا همون اجازه استفاده از نوت و اینای خارجی رو نداریم. یعنی مثلا یه تیکه برگه گوشی، آیپد، چیزی داشته باشیم حمله کنیم، یعنی همه چیزو باید از ذهنمون بگیم. الان همین وضعیت پیش اومد، صدای من رفت و من باید خودم رو ریکاوری میکردم که برگردم ادامه حرفمو بگم. خب یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که من نمیدونم تا چه حد تون حرف زدم. من همین شب پیش یه اساینمنت سابمیت کردم و توی اون اساینمنت باید یک ریسرچ پیپر بلند رو توی 10 دقیقه خلاصه میکردیم و من انقدر با سرعت صحبت کردم که انگار دیگه رو مونده. کلا مثلا تون صحبت میکنم، اما دیگه اگر بخوام سوپر تون صحبت کنم که تا چند روز احتمالا همین هست. آره خب برگردیم به دولینگو. من از چیزی که میگم این توضیح کردم خیلی فرمالش بود و خیلی شیک و ترتمیز بود. حالا دولینگو چجوری امتحانش؟ من خودم دولینگو رو دادم. فرمت دولینگو اینجوریه که وقتی که شما امتحان شروع میکنی براتون توی اون 45 دقیقه که پارت اولش دانشتون رو چی بهش میگن؟ ای خدا کلمات فارسی یادم رفته، کلمات انگلیسی هم خیلی وقتا یادم میره. کلا من با یک زبان جدید کلا صحبت میکنم با مردم. دانشتون رو وقتی داره سنجش میکنه توی اون 45 دقیقه اول که دانش انگلیسی رو سنجش میکنه انواع اقسام مختلف سوالا رو داره. 2 مدل از سوالاش که من قشنگ یادم به وضوح اینه که 3 مدل اینه که یه لیست بلندی از کلمات رو به شما میده و ازتون میپرسه که کدوم یکی از این کلمات کلمه نیست، یعنی کلمه انگلیسی نیست، یعنی در واقعیت اصلا همچین کلمه ای نداریم و ساختگیه. اون لیست هم معمولا مثلا 3-4 تا ردیفه و توی هر ردیف مثلا 4-5 تا کلمه است توی باکس های چیز. حالا عکساشو اگر بتونم فرمتش پیدا کنم براتون میذارم. یه مدل سوال دیگه هست که شما با جای خالی رو پر کنید. به چه صورت؟ به این صورتش که شما حرف اول اون کلمه رو دارین و باید بقیه کلمه رو بر اساس اون مینی پاراگرافی که به شما داده شده حدس بزنید و یک کلمه نیست، چندین کلمه جای خالیه توی یه مینی پاراگراف و اینکه باید شما حدس بزنید کلمه رو. من فکر کنم که فقط کلمه اول بود، یادم نمیادش که کلمه وسط فقط داده باشه یا کلمه آخر فقط داده باشه. شاید 2 تا کلمه رو مثلا داده باشه، یکی اول یکی وسط، یکی اول یکی آخر، ولی معمولا کلمه اول بهتون میگن، کلمه اول اون حرف که با چه چیزی شروع میشه، با چه حرفی. حرف اول کلمه رو که اون کلمه با چه حرفی شروع میشه اینو بهتون میدن. یکی دیگه هم هست که شاید خیلی آشنا باشین، توی انواع اقسام تست ها دیده شده از بچگی تا حالا، که یه سری کلمه شما میدن و اون کلمه‌ای که به بقیه گروه نمیخوره رو باید انتخاب کنید. مثلا چه میدونم وسیله بهتون میدن، یهو مثلا میگن هواپیما، ماشین، دوچرخه، یهو میگن درخت و شما مثلا باید بگین خب درخت این کاتگوری نیست دیگه. سوالاش اینجوریه. حالا یکی از بدی هایی که این داره اینجوریه که شما هر چقدر سوال قبلی رو، یعنی سوالا بر اساس جواب دادنتون سخت‌تر یا آسان‌تر میشه. سوال اول معمولا آسونه، اگر شما سوال خوب جواب بدین سوال بعدی سخت‌تر میشه. اگه سوال بعدی رو خوب جواب بدین سوال سوم سخت‌تر میشه. اگر سوال اول خوب جواب بدین سوال دوم خوب جواب بدین سوال سوم و بعد جواب بدین سوال چهارم یک لول آسان‌تر میشه. یعنی شما به میزان خوب بودنتون هی سوالای سخت‌تری، امتحان الهیتون سخت‌تر میشه به نوعی. و اینکه خب این یکم بده دیگه. شما فکر کن مثلا اولش اینجوری که آره چه سوال خوبی جواب میدین و اینا، بعد پارت دوم که لیسنینگ و رایتینگه. لیسنینگ رو راستش بخواین من اونجوری یادم نمیاد رایتینگ و لیسنینگ رو، ولی فکر میکنم که رایتینگ 5 دقیقه و لیسنینگ 1 دقیقه بود و قبلش هم چند ثانیه فقط بهتون وقت میدن که وقتی موضوع دیدین راجبش فکر کنید و بعد ریکوردینگ شروع میشه و شما باید این برای اسپیکینگ و شما باید به محض اینکه ریکوردینگ شروع شد تا توانتون صحبت کنید.
اگر بتونید جمله رو ببندین که خب خوبه. ولی خب اگر هم برید اتوماتیک اون ریکوردینگ قطع میشه، یعنی من فکر نمی‌کنم مثلا ادامه صحبت شما بیفته. ولی خب باید اون قابلیت رو نشون بدین که ببخشید من باید اون قابلیت نشون بدین که شما میتونید توی 1 دقیقه همه چی اون تاپیک رو کاور کنید. اگر آدمی هستین که تون صحبت میکنید خوبه، تند ولی واضح، یعنی اینجوری صحبت نکنید، تند و واضح، یعنی طرف مقابل متوجه بشه چی میگید. اگر یعنی وقتی موضوع میبینید و بتونید تند فکر کنید، این خیلی نقاط قوتیه که میتونه به شما کمک کنه. و اگر که تند تفکر کنید و بتونید تند صحبت کنید، این خیلی خوبه. ولی بتونید که اون موقع که دارین فکر میکنید سری جملتون رو جوری آوتلاین کنید، برنامه‌اش بچینید که تموم شه، که اگر اون جمله توی اون مدت زمان تموم شه میتونید سرعتتون رو یه جوری تنظیم کنید که زیاد نخواین صحبت کنید، زیاد نخواین پشت هم کلماتو بچینید. من خودم میگم اینو که تون صحبت میکنم، میتونم واضح صحبت کنم، یعنی اکثر وقتا واضح صحبت میکنم، ولی فارسی که نه، البته انگلیسی طبیعتا، چون فارسی هر جا تون صحبت کنی و طرف مقابل نفهمه، شما میتونید که یه جوری بچینیدش که طرف مقابل بفهمه. مثلا الان من این کارو کردم، شما متوجه میشید که من چی میگم. ولی انگلیسی بعضی از وقتا کلمات مثل نقاط قوت پیدا میشه که شما زبونت میگیره، اون وسط ول کلمه نمیاد، مخصوصا اگر یک ال و یک آر بیاد کنار هم. و من میگم یاد عصبانیت شب افتادم که یکی از اسلایدها رو چون فکر کردم دارم بیشتر از زمانی که باید داشته باشم میرم، و اون یه اسلاید رو اصلا خودم هم اگر متن نداشته باشم احتمالاً متوجه نمیشم چی گفتم. ولی دیگه تی و پروفسور وظیفه‌ش اینه که متوجه شه، نه تقصیر من نیست. خلاصه از بحثمون دور نشیم. رایتینگش هم فکر کنم 5 دقیقه است و قدرت تایپ سریع. خیلی از ماها توی این سن داریم اینو، یه همچین چیزی رو چت میکنیم، تایپ میکنیم، بنابراین اکثریتمون با این موضوع اوکی. اگر کسی هست که با این موضوع اوکی نیست، من پیشنهاد میکنم آنلاین میتونید یه سری ریسورسایی رو پیدا کنید که مثلا یه متنی بهتون میده، میگه توی 1 دقیقه اینو تایپ کن، یعنی از روی همون متن رو تایپ کنید. این قدرت تایپ سریعتون رو میبره بالا. و قبلش هم دوباره چند ثانیه بهتون وقت بدن که فکر کنید راجع به اون موضوع، بعد شروع کنید بنویسن. این از فرمت امتحان. تحت چه شرطی شما اصلا باید دولینگو بدین؟ اصلا چرا باید دولینگو بدین؟ چه منفعت دیگه ای داره؟ خب همونجوری که مثلا اکثریت همچین کاری رو میکنن و همیشه بوده، امتحانات آیلتس و تافل به عنوان امتحانات مثلا خیلی شناخته شده یه زبان انگلیسی هستش که شما باید حتما مدرکش رو داشته باشید برای مهاجرت، برای درس خوندن، مثلا میخواین بیان دانشگاه، برای کار کردن و اینا. حالا جدا از اون نمره خاصی که باید داشته باشید، مخصوصا آیلتس دیگه تاپ ترینه و همیشه معتبره. تافل هم هسته ولی خب آیلتس بیشتر شنیده شده. حالا من نمیدونم دقیقاً چرا بین آیلتس و تافل آیلتس انقدر بیشتر مثلا امتحان برش میدن. ولی اخیراً به خاطر کرونا اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که خب ما یه امتحان رو میذاریم به اسم دولینگو. حالا این دولینگو چجوریه؟ اینجوریه که همه الان رو نمیدونم، الان یعنی از اون موقعی که من امتحان دادم هی به لیست دانشگاه اضافه میشد، یعنی دانشگاه بیشتری بودن که دولینگو رو قبول میکردن. دانشگاه های معتبر با رنکینگ بالا هستن که دولینگو رو مثل دانشگاه من قبول میکنن. دانشگاه تورنتو هم فکر کنم دولینگو رو قبول میکنه، اما تا جایی که من یادمه داشت به لیست هی اضافه تر میشد مثلا این امتحان. و دلیلش چی بود؟ یک، کرونا بود و امتحانات حضوری کنسل شده بود. خب آیلتس حضوریه و فکر کنم آیلتس رو پشت کامپیوتر میدی اما باید حضوری بری اونجا. اگه درست نیست منو تصحیح کنید، اما باید حضوری برید توی مکانی و از کامپیوترهای اونا استفاده کنید. دولینگو علاوه بر این که قیمت مناسبی داره، خیلی به قول خودشون کانوینینسه، یعنی یعنی که برای شما خیلی راحت و قابل استفاده است. شما توی خونت میشینی، مکان امتحان، حالا خونه نه، هر جا که
راحتی ساکته و میدونی مثلا هیچ مشکلی به وجود نمیاد، مکان امتحانات رو انتخاب میکنی و با کامپیوتر خودت امتحان میدی. خب اینم یه چیز مثبت دیگهش بود دیگه، مثلا توی دوران کرونا. و خب آیلتس امتحان هم خیلی سختیه، هم خیلی یعنی تا حدی گرونه و اینکه باید مثلا برید توی جای مشخصی، توی چی بهش میگن، مکان امتحان، محل امتحان، باید امتحان برید. دوولینگو قیمتش مناسبه و آره قیمتش مناسبه و میخواستم یه چیزی بگم گفتم قیمت رو بگم. قیمتش برای کانادا اینجوری که نوشته $49. منم همین حدودا پول دادم، آره 49 50 اینا دادم. خب البته این $49 بهش تکس میخوره دیگه. و خب آمریکا یکم از این پایین‌تره، چون یعنی از $49 پایین‌تره به دلار آمریکا و قیمتش خیلی مناسبه. توی خونه یا توی هر محلی که باش راحت هستی میتونین امتحان بدین و دوولینگو امتحان راحتی نیست که من بگم فول راحته، مثلا خیلی اصلا در جا امتحان قبول میشین، نه. مخصوصا اینکه امتحاناتش اینجوری که هر سالی رو شما خوب بدین سوال بعدی سخت‌تر میشه. امتحان راحتی نیست، اما سنگینی آیلتس و استرس آیلتس رو نداره. شاید به خاطر شرایطی که مهیا میکنه باشه، ولی استرس و این آیلتس رو نداره. الان چیا گفتیم؟ راجع به فرمت امتحان صحبت کردیم. راجع به فرمت امتحان شما میتونید از توی گوگل پیدا کنید سمپل تستا رو و البته گوگل که میگم یعنی وبسایت خودش. وبسایت دیگه هم پیدا میکنید، اما همشون تقریبا یه مدل سمپل تست دارن، یعنی که اگر نه که الزاما یه دونه داشته باشن بیشتر از یه دونه پیدا میکنید، چون من خودم تا اونجا که یادم بیشتر از یه دونه پیدا کردم. حتی ویدیو یوتیوب هم پیدا میکنید و چند تایی هست، اما خب یعنی منظورم اینه که همه جا همونا رو میذارن، مثلا یه دونه یه جا نیستش که مثلا یه دونه کاملا جدید بذاره با اینا. هر سمپلی که چون سمپل اگر در اختیار قرار بگیره میذارن دیگه. شما سرچ کنید دوولینگو انگلیش تست سمپل براتون میاره. سمپل تستا وبسایت خودش، وبسایتی که مثلا این سمپل رو دارن. شما میتونید ویدیو یوتیوب هم نگاه کنید، خیلی هاشون هم هستن که اصلا بهتون هینت بدن که چه جوری مثلا امتحان بدین که نمره بهتری بگیرید. راجع به اینه که قیمت چقدر صحبت کردیم. به دلار کانادا $49، به دلار آمریکا برای کمتر باشه. و راجع به اینکه چه شرطی باید داشته باشین، شرط خاصش یعنی اینه که دانشگاهتون قبول کنه، یا اونجایی که براشون امتحان زبان رو میخواین مثلا بهشون بگین و بگن که ما دوولینگو رو قبول میکنیم. شرطش اینه و اینه که گفتیم دیگه کانوینینت هست و همه اینا. امتحان دوولینگو با لپتاپ خودتون انجام میشه و توی مکانی که خودتون میخواین، ولی امتحان دوولینگو ضبط میشه. یعنی درسته که توی مکانی مثل آیلتس نمیرین امتحان بدین با لپتاپ دیگه یا کامپیوتر دیگه، اما امتحانتون ضبط میشه. یعنی اینجوریه که شما نشستین روی کامپیوتر، این کامپیوتره و عکس شما اون گوشه هست و قبلش ازتون آیدی میخوان و آیدیتون رو سابمیت کنید و اینکه اطلاعات میگیرن و مثلا من فکر نمی‌کنم از من خواستن که شاید هم خواستن که محیط اتاق نشون بدم، اما خب به هر حال باید شرایطتون کاملا مهیا باشه، چون داره ضبط میکنه دیگه، یعنی شما قابل تقلب ندارید. اگر که خیلی حرفه‌ای باشید که من پیشنهاد می‌کنم نباشین، به خدا به استرسش نمیارزه. چیزی که میخوام سرچ کنم ببینم الان اصلا میتونم اینجا پیدا کنم یا نه. خب موضوع آخر آیا به نظرتون هست؟ اگر من دیگه چیزی یادم نیاد موضوع آخره. چقدر زمان میبره؟ یه دیگه موضوع دیگه هم هست، ولی چقدر زمان میبره دوولینگو به شما چیز کنه، تست ای خدا نمره تستتون رو بده. شما تست رو که کامل میکنید 2 روز بعدش به شما جوابو میده. من نمیدونم آیلتس و تافل چقدر سریع جواب میدن، ولی فکر میکنم بیشتر طول میکشه، اما دوولینگو درجا به شما جواب میده. 2 روز بعدش جوابتون اومده، یعنی ایمیل میزنه. بعد اون ایمیلی که شما دریافت کردید توی اون ایمیل هیچ ننوشته، توی اون ایمیل پی دی اف نمره شما رو گذاشته. پی دی اف نمره شما رو گذاشته و اون نمره بهتون نشون میده. این نمره‌ای که بهتون نشون میده چجوریه؟ شما یه نمره دوولینگو دارین که خودش پس و فعل برای دوولینگوه
و معادل سازی میکنه نمره شما رو با نمره آیلتس و تافل. این یکی از مزیت‌های دولینگو. یعنی شما دولینگو میدی، پول کمتری پرداخت میکنی، امتحانش معتبر هست، توی شرایط کم استرس تری امتحان میدی و همچنان نمره آیلتس هم میگیری که چون معادل سازی میکنه دیگه. و حالا چه آیلتس چه تافل. و اگر که میخواین بفرستین برای دانشگاه، شما دانشگاهتون رو وارد میکنید به دولینگو، یعنی میگید که نمره منو بفرسته به دانشگاه، چون که دانشگاه از شما نمره میخوان. من خودم یعنی یه جایی دارن که proof of English proficiency، یه چیز توی این مایه که شما داکیومنت ثبت کنید. داکیومنت باید مستقیم از مؤسسه فرستاده بشه. من داکیومنت خودم هم ثبت کردم، یعنی چون به هر حال پی دی افشو به من میفرستن، یعنی به شما لینک وبسایت رو میفرستن، شما میرین تو نمرتون میبینین. نه یه آپشن داره که اون مدرکتون رو، کارنامه‌تون رو پی دی اف کنید و نگه دارید. من اونم ثابت کردم، یعنی دوبل انجام دادم که جای هیچ صحبتی نمونه. و شما به دولینگو درخواست میدین که نمرتون رو بفرسته به دانشگاه و توی 48 ساعت این کار میکنه، نمرتون رو میفرسته به دانشگاه. حالا تا چند مدت دولینگو ولیده، یعنی اعتبار داره این امتحان؟ اوریج معتبر بودن مدارک یه سری امتحانا مثل زبان و اینا، زبان یا حتی مثلا امتحانی که برای ورود به مدرسه پزشکی و دندانپزشکی و حقوق و اینا میدین، اوریج کلا اینجور مدارک روی 2 ساله. دولینگو هم همینطوره. دولینگو میگم اوریج، دولینگو برای 2 سال معتبره، یعنی شما امتحانی که میدین تا 2 سال میتونید از اون مدرک استفاده کنید و معتبر شناخته میشه. پس گفتیم که برای 2 سال ولیده. و حالا نمراتش هم گفتیم تبدیل میکنه دیگه. حالا راجع اون تبدیلی صحبت میکنم. دولینگو امتحانش از 160 هست، یعنی نمره کل 160 و از اون امتحان میگیرن. 160 فکر کنم، آره 160. یه لحظه گفتم شاید 165 باشه، اما نه 160. و هر نمره بالای 110 به عنوان خوب شناخته میشه و هر نمره بالای 120 به عنوان عالی شناخته میشه. حالا کانورژن یا تبدیل نمرات رو بخوایم بگیم، از آیلتس شروع میکنم. تبدیل نمرات از آیلتس راستش هر نمره از 110 خوبه. بنابراین من چیز میکنم که الان مطمئن میشیم. اوکی نه دارم میزنم چیز نزده که از چند پاسه، اما من اینو به این فال میگیرم که 110 به بالا وقتی خوب باشه احتمالاً 100 دیگه پاسه دیگه، یا اینکه 85 بین 85 تا 100 خود پاس دولینگوه. ولی خب شما فقط نمیخواین پاس شین دیگه، میخواین نمره خوب بگیرید. 110 به بالا عالیه، 110 به بالا رو گفته خوبه، یعنی 110 تا 120 خوبه، 120 به بالا عالیه. حالا شما نمرتون 105 حالا یا 110 هستم میگیم، 110 تا 115 6 حساب میشه. 120 به بالا که گفته عالیه، از 120 6 و نیم شروع میشه، یعنی 120 6 و نیمه. 120 تا 125 6 و نیمه. 120 تا سر 130 130 هفته و 140 7 و نیمه. 150 8 160 8 و نیم تا 9. این نمرات آیلتس. نمرات تافل 110 76 تا 81، 115 82 تا 86، 120 87 تا 92، 125 93 تا 97 و همینجوری میره بالا. حالا من عکس اینا رو هم براتون میذارم. یه چیز دیگه هم داره که CEFR، من نمیدونم راجع به امتحان نشنیدم، یعنی فکرم یه بار شاید دیده باشم اسمشو توی لیست امتحاناتی که مورد قبول دانشگاهه، ولی بازم مطمئن نیستم. آره این نمرات چیز بود. این بود از تیبل آف کانتنت ما راجع به دولینگو. من فکر کنم که تا حدودی همه چی رو مثلا کاور کردم، چیزای خیلی مهمشو و چیزای مورد نیازی که بدونید راجع به دولینگو.
در کل میخوام بگم که دولینگو خیلی مزایا داره، اما به این معنی نیستش که امتحانش خیلی راحته. یعنی امتحان دولینگو رو راحت نگیر. من به شخصی امتحان سمپلش رو دادم و اینجوری بودم که یعنی وقتی داشتم ویدیو رو میدیدم، عکس رو میدیدم، اینجوری بودم که خب احتمالاً احتمالاً که نه، مطمئن بودم مثل آیلتس نیست، و مثلا اوکی رواله. و من درس نخوندم برای این امتحان. شما به نظر من تمرینات لازم به حدی که میتونید انجام بدین. من فکر کنم میگم درست یادم نیستش که یه دونه سمپل تست هست یا بیشتر از یه دونه سمپل تست هست، ولی اگر هر چند تا که بود من یه بار بیشتر انجام ندادم و هر بارم برام تازگی داشت چون هیچ کدوم از سوال شبیه قبلی نبود. و اینجوری بودم که اوکی بابا، خیلی راحت گرفتم امتحانو. نمیگم امتحان سختیه که نمیتونید مثلا امتحانشو بدین، نه، ولی امتحانیه که شما به نظر من تمرین براش بکنید، درس بخونید، دایره لغاتتون رو ببرید بالا. گرامر رو بلد باشید اوکیه، ولی دایره لغاتتون رو ببرید بالا. گرامر برای رایتینگ و اسپیکینگ خیلی زیاد استفاده میشه، اما دایره لغات اینجا خیلی مهمه. تاکید میکنم شما دایره لغاتتون رو ببرید بالا، مخصوصا برای جای خالی ها و اینا. دایره لغاتتون رو ببرید بالا برای بار هزارم. و اینکه فکر نکن راحت نگیرینش چون شوک میشید. من امتحان رو فکر کردم که راحته و گفتم که اصلا خیلی راحته، اوکیه، من که زبانم بلدم و فلان اینا. دوستان من امتحان رو باز کردم، کلا یک اپیلوسفر کاملی شدم، ولی خب از پسش برمدم. و هر چقدرم که شما چیز باشید، هر چقدرم که شما وقتی سمپل انجام بدید، به هر حال تو شرط امتحان نیستید دیگه. بنابراین نگاه میکنید هی سوالا داره سخت‌تر میشه، اینجوری که اوکی با رواله، آره سخت شد ولی خب از پسش برمیام. توی امتحان وقتی هر چیز سخت‌تر میشه میگین الان توی دوراهی میمونید که باید قبلی رو بدتر بدم یا قبلی رو خوب بنویسم، به نمرم اهمیت بدم یا به اینکه از سوال لاجون سالم به در ببرم. ولی به خاطر میگم راحتش نگیرید. حالا من گفتم من از پسش برآمدم. این کاری که همیشه تو ویدیو همه چیزو میگم نمیکنم و نمره خودم رو بهتون نمیگم. یعنی میخوام نمره‌مو بهتون بگم، ولی ترفندی که میخوام بزنم اینه که اگر که میخواین نمره منو بدونید توی کامنت ها کامنت بذارید. اگه که واقعا علاقه دارید نمره منو بدونید. من نمره‌م خیلی خوب شده. کم چی بهش میگن، ترغیبتون کنم که کامنت بذارید، شما فعال باشید، این زیر بنده رو خوشحال میکنید. اینستاگرام منم که این بالا هست. و این بود ویدیو امروز. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. حتما برای من کامنت بذارید، سوال بپرسید، من خوشنود میشم. بخواستم برای نمرم پوز بدم دوستان، ولی گفتم یه کاری کنم کامنت بذارید. خلاصه که ببین اصلا موهامم به احترام شرایط من سیخ وایساده. به خدا من خیلی مرتب میام توی ویدیوها، اما نمیدونم چرا تو دوربین اینجوریه، در صورتی که تو آینه بهش اینجوری نیست. میدونید دیگه احتمالاً. خلاصه که آره انقدر ویدیو نگرفتم یادم رفته جملات پایانمو. کاملا بود. لایک و شیر سابسکرایب یادتون نره. خداوند اگر من میتونم کلمات رو درست بگم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.